پاشید ببینم کسی امشب نمیخوابه؟ چی شده خنداداش؟ شب جمعه سا خوابتون ببره لک دوباره یه بچه دیگه میاره میره. اون وقت حالا ما چند وقتی که باید بریم تو حیاط بخوابیم. هیچ کی حق نداره امشب بخوابه. بخوابید بچه. خوابیدید؟ نخوابیدید؟ بخوابید. نخوابیدید؟ چرا نمیخوابید؟ آقا جون یادته هر وقت یکیشون به دنیا میومد میگفتی شب که خواب بودید لک نینی رو برد؟ خب که چی؟ واسه اون بیدار موندن که اگه لک خواست پاشو یه بار دیگه اینجا بذاره از نزدیک زیارتش کنن. موندن کدوم پوفیوزی آدرس اینجا رو به اون لک قرمساق داده ول نمیکنه اینجا رو. بابا ما دیگه جا نداریم. دو تامون شب سر پا میخوابن با میخ زدن به دیوار نخورن زمین. اون بدبختم که رفته رو تاقچه. یعنی دیگه واقعا جا نداریم. حالا چرا اونجوری به من میگی؟ به شما میگم لک بشنوه. آخ آخ خانم جان اینا کودتا کردن. برو اونور اوضاع خیته. کی بیداره؟ خوابیدی؟ یه شکلات خیلی خوشمزه دارم هر کی بیداره بدم بخوره. کسی بیدار نیست؟ خوابی؟ شکلاتو بده من آقا جون.